The motion upon reconsideration is agreed to. در ایالات متحده آمریکا وکیلان مردمی برای قبول سند رای دادند که مانع اصلی را برای از سر گرفتن کار اداره‌های حکومت مرکزی از بین برداشت. از روز 1 اکتبر در ایالات متحده بسیاری از اداره‌های حکومت مرکزی کار نمی‌کنند و چنین مدت طولانی بیکار ماندن این اداره‌ها در تاریخ ایالات متحده دیده نشده است. قرار وکیلان برای مبلغ گذاری بودجه حکومت فدرالی و ادامه کار آن به شرافت مصالحه وکیلان حزب جمهوری خواه و چندی از وکیلان حزب دموکرات میسر شد. در امریکا سال مالی از روز 1 اکتبر آغاز یافت، ولی تا این مدت کنگره امریکا نتوانست یگان قراری حتی موقتی هم درباره مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی قبول کند. وکیلان دو حزب سر این نکات بودجه اختلاف نظر داشتند. از این رو مبلغ گذاری قسم از اداره‌های حکومت مرکزی قطع شد. برای قبول قانون درباره مبلغ گذاری بودجه باید نه کمتر از 60 وکیل سنا رای دهد، اما حزب جمهوری خواه در سنا فقط 53 رای داشت که برای قبول سند کافی نیست. روز یکشنبه گروه 8 نفری وکیلان دموکرات با رهبران حزب جمهوری خواه و نمایندگان حکومت آمریکا به سازش رسیدند. آنها بعد طرفداری سند رای دادند که اجازه می‌دهد موقتا کار اداره‌های دولتی مبلغ گذاری شود. در عوض وکیلان جمهوری خواه گفتند که آماده بررسی خواسته دموکرات‌ها، یعنی ادامه کمک برای بیمه طبی مردم کم بیزاد در امریکا هستند. یک طلب اساسی حزب دموکرات برای قبول بودجه همین است. در عموم با طرفداری قانون 60 نفر رای دادند، اما حالا باید سنات یک بار دیگر برای قبول سند مذکور رای بدهد و این رای گیری در روزهای نزدیک صورت میگیرد. سپس سند به مجلس نمایندگان برای قبول فرستاده می شود که انتظار می رود با آسانی در آنجا بگذرد. بعدا آن را برای امضا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میفرستند. در این حال مبلغ گذاری بودجه اداره‌های حکومت مرکزی آمریکا تا ماه ینور ادامه می‌کند، اما حالا هم معلوم نیست که بودجه کامل برای سال 2026 کی قبول می‌شود. بنابر سبب قطع مبلغ گذاری تقریباً 1,500,000 کارگر دولتی را در آمریکا به رخصتی بیمزد فرستادند و بعضی هم تا حال بیمزد کار می‌کنند. اگر وضع همین گونه تا ماه دکبر ادامه می‌یافت، نظامیان آمریکایی هم معاش نمی‌گرفتند و تا حال پرواز هواپیماهای زیادی در آمریکا لغو شد چون کارگر نمی‌رسید.